من مولوی ملقب به رومی با زبان حال با شما سخن میگویم. گوش جان بسپارید و رقص در سما شوید با سام حقیقت. آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ و آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ که سوگند خورم جز به سر او نخورم، و آن که سوگند من و تو به هم بشکست کجاست؟ آن که جانها به سحر نعره زنانند از او، و آن که ما را غمش از جایی ببرده است کجاست؟ جان جان است و گر جای ندارد چه عجب، این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟ غمزه چشم بهان است و زان سو هوسیست، و آن که او در پس غمزه است دلم خست کجاست؟ پرده روشن دل بست و خیالات نمود، با آنکه در پرده چنین پرده دل بست کجاست؟ عقل تا مست نشد چون و چرا پس نشد، و آنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟